سلام و درود خدمت تمام دوستان گل یوتیوب. امروز اومدیم یک VPN گیمینگ بهتون معرفی کنیم که پابجی مثل آب خوردن بالا میاره و راحت میتونید پلی بدید. مپای مثل TDM یا مپای رنگ مثل لیویک، ارنگل رو راحت بالا میاره و راحت میتونید رنگ آپ کنید. و من چند روز دارم این VPN رو تست میکنم تا با خیال راحت بهتون معرفیش کنم و همینطور هم که دارید میبینید این پایین داره پینگ سبز به من میده و واقعا تو این چند روزم خیلی خوب جواب داده و من روی نت ایرانسل تستش کردم. روی اپراتور دیگه میتونید خودتون تستش کنید و حتما نظرتون راجع به VPN تو کامنت برام بنویسید. و قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل بذارید تا هر وقت که ویدیو جدید گذاشتم اولین نفری باشید که میایید و ویدیو رو نگاه میکنید. بریم سراغ آموزش. Let's go! سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. اینجا اومدیم معرفی VPN و آموزش استفاده ازش رو داشته باشیم و براتون تستش رو توی تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب میگیریم و اسم VPN جورنی VPN هست که توی پلی استور سرچ کنید براتون میاره. همین VPN قرمز رنگی که دارید مشاهده میکنید هستش. وقتی که واردش بشید یه همچین فضایی داره که این پایین باید بکشید به سمت بالا. 4 تا سرور فری داره که یه دونه آمستردامه، یه دونه لندن، یه دونه نیویورک، اونو نمیدونم کجاست ولی مال استرالیا است. بهترین سرورش آمستردامه. آمستردام که بزنید اینجا به جای این دکمه پاور یه نوشته به نام کانکتد هستش که روش بزنید روشن میشه و این پایین تایم کانکت بودنشه که با زدن روی این دکمه آبی میتونید افزایش بدید تایم کانکت بودنشو. و حالا یه تست توی اینستا، یوتیوب و تلگرام هم براتون بگیریم. این تستش توی اینستاگرام میبینید که سرعت خیلی خوبی داره، با سرعت بالایی داره میاره. سرعتش واقعا برای اینستا خیلی خوبه. میبینید که با سرعت هم دارم اسکرول میکنم، واقعا خیلی خوبه سرعتش. و یه تست توی یوتیوب داشته باشیم، یه رفرش میکنیم، میبینید که چه سرعت خوبی داره. میبینید واقعا سرعت خیلی خوبی داره. چند روز تستش کردم تا از سرعتش اطمینان پیدا کنم تا بهتون معرفی کنم. یه تستم توی تلگرام داشته باشیم. اینم تست توی تلگرام. میبینید که با سرعت ارسال میشه. واقعا خیلی VPN خوبیه و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. فعلا خدا نگهدار.